همکارم آرش علایی از واشنگتن با ماست. آرش، یک توییت دیگر از ترامپ و یک بمب خبری دیگر، واکنش‌ها رو از تو بشنویم و آخرین تحولات رو چه میگویند در آمریکا؟ آقای ترامپ دیگه از کلمه توییت خوشش نمیاد، مخصوصا بعد از این داستانی که با آقای ایلان ماسک به وجود آورده بود. یک تروث جدید، بمب تروث. ایشون دیگه شبکه اجتماعی خودش رو مدت‌ها دارد و از بوق خودش استفاده می‌کند. چند تروث آقای ترامپ انداخت، یکی بمب‌تر. شما تکرار کردید که این داستان مربوط به حملات جمهوری اسلامی، تشکرش از جمهوری اسلامی برای اینکه قبل زنگ زدن و به ایشون خبر دادن و به امریکایی‌ها خبر دادن اینکه ایشون این حمله رو ضعیف ارزیابی کرد و گفت از 14 تا موشک 13 تا موشکش رو رهگیری کردن. اون یه موشک رو هم چون میدونستن در کویر سقوط میکند، بنابراین حتی ارزش این رو نداشته که بخوان براش یک موشک خرج بکنن، گذاشتن سقوط کند در کویر در عراق. و الان هم این داستان آتش بس درست قبل از اینکه من بیایم در این گزارش برای شما در این بولتن باشم، عباس عراقچی در شبکه اکس یک پستی گذاشت و راجع به این نوشت که جمهوری اسلامی قرار است در وقت ساعت 4 صبح وقت تهران متوقف می‌کنند. به نظر میاد همون صحبتی است که آقای ترامپ دارد میگوید، تکرار می‌کند به نوعی اگر اسرائیل حمله نکند جمهوری اسلامی هم حمله نمی‌کند. چیزی که عباس عراقچی گفته است. و قبل از اینکه با ما آقای عراقچی رو هم بعد از اینکه شنیدیم، بعد از اینکه صحبت‌های عراقچی رو شنیدیم، 2-3 دقیقه بعدش من سناتور لینزی گرام رو دیدم در شبکه فاکس نیوز با شان هنتی مصاحبه می‌کرد و ایشون گفت، عباس عراقچی گفته است که ساعت 4 دیگه متوقف می‌کند حملات رو به خاک اسرائیل. ولی چیزی که سناتور گفت این است که من منتظر میمونم، یعنی سناتور منتظر میمونه تا فردا که عباس عراقچی بیاید و در مطبوعات بگوید نه تنها حمله به اسرائیل رو متوقف می‌کند جمهوری اسلامی، بلکه حق اسرائیل رو برای اینکه به عنوان یک سرزمین باشد به رسمیت خواهد شناخت. یعنی سناتور لینزی گرام ناگهان این توقع رو، سطح توقع رو نشون داد که آمریکایی‌ها قرار نیست اینجا به نظر میاد بایستند. پس از اینکه حمله کردن به مواضع جمهوری اسلامی، به نظر میاد که ترس ها حداقل در آمریکا از اینکه چه واکنشی قرار است وجود داشته باشد کاملا فرو ریخته است. بازار نفت حدود 5-6% سقوط کرده قیمتش. هیچ اتفاقی در تنگه هرمز میگویند نیفتاده است. بازار با خیال راحت تری داره بهش نگاه میکنه. وال استریت امروز شاهد افزایش بازار سهام بود، افزایش ارزش بازار سهام که الان چند واحد مونده است گلاره که بخواهد برسد به اون چیزی که بهش میگن آل تایم های، یا بیشترین مقداری که بازار سهام آمریکا ارزش داشته است. این هم به خاطر این است که بازار احساس میکند که اون تهدیدات جمهوری اسلامی هیچ کدومش به نتیجه نخواهد رسید و هیچ نگرانی هم بازار به نظر میاد ندارد از اینکه مرحله بعدی این داستان چیست. الان توقعاتی که سناتور لینزی گرام مطرح کرده است که میگوید جمهوری اسلامی باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسد، باید دید که کاخ سفید هم به این واکنش نشان میدهد. مدت هاست بر کسی پوشیده نیست که همه میدانند کاخ سفید میخواهد که جمهوری اسلامی اسرائیل رو به رسمیت بشناسد. ولی همین که در عرض هنوز چند ساعت این آتش بس هنوز کامل برقرار نشده است، سیاستمداران در آمریکا دارند صحبت‌هایی از توقعات جدید می‌کنند، توقعات دیگری که از جمهوری اسلامی می‌خواهند داشته باشند. بعد از اینکه همونجور که عرض کردم به نظر میاد ترس‌ها فرو ریخته است از واکنش حکومت جمهوری اسلامی، مخصوصا با این حالت تئاتری که جمهوری اسلامی انجام داده است. موشک‌هایی که شلیک کرده است به نظر میاد بیشتر موشک‌ها کروز بوده، موشک‌هایی است که اتمسفر رو ترک نمی‌کند. اونایی که به عراق و قطر زده به نظر میاد تا حدودی متفاوت باشد با موشک‌های هایپرسونیکی که به تل آویو میزنند. اینو که بعضی از کارشناسان میگویند از تحلیل ویدیوهایی که دیدند از نوع این موشک‌ها و اینکه بعضی از این رهگیری‌ها موشک‌هایی که در واقع هدف گرفته است موشک‌های کروز جمهوری اسلامی رو در ویدیوها هم اگر نگاه کنید، این موشک‌های اینترسپتور سریعتر به نظر میاد حرکت می‌کنند تا موشک‌های کروز. بنابراین فعلا منتظر خواهیم ماند و خواهیم دید. ضمن اینکه من این رو عرض کنم که آقای ترامپ هم فردا به وقت واشنگتن قرار است
برود به کنفرانس اجلاس سران ناتو که در لاهه در هلند برگزار خواهد شد. اون رو هم نگاه میکنیم ببینیم آیا آقای ترامپ واقعا ترک خواهد کرد واشنگتن دی سی رو. هنوز کاخ سفید اعلام نکرده است که برنامه تغییری کرده است. نگاه خواهیم کرد اگر آقای ترامپ نرود و به جای خودش معاون اول خودش رو بفرستد، اون وقت خواهیم دونست که این آتش بس احتمالاً به جایی نرسیده است. متشکرم از توضیحات همکارم آرش علایی از استودیوی دیگر ما همینجا واشنگتن دی سی.